Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video lernen wir das deutsche Artikel. سلام دوستان، به کانالم خیلی خوش آمدین و امیدوارم حالتان خوب باشد. در این ویدیو آرتیکل آلمانی را یاد میگیریم و امیدوارم این ویدیو به شما عزیزان کمک کند. بله دوستان، پیش از اینکه این ویدیو رو ببینین لطفاً کانالم را سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. خب دوستان، آرتیکل به آلمانی آرتیکل یا بگلایته میشه که آرتیکل به معنای مقاله، یعنی مقاله به آلمانی میشه آرتیکل و بگلایته به معنی همراه. خب حالا آرتیکل چی است و چرا باید یاد بگیریم؟ دوستان، آرتیکل در زبان آلمانی خیلی مهم است. آرتیکل باید یاد بگیرین. اگر یاد نگیرین زبان آلمانی را نمیتونین درست یاد بگیرین. آرتیکل های آلمانی همیشه برای کسانی که زبان آلمانی را یاد میگیرن سخت بوده و حتی آلمانی ها هم بعض وقتا مشکل دارند با آرتیکل ها. آرتیکل یا حرف تعریف همیشه در زبان آلمانی با یک کلمه یا نام نوشته می شود و به ما این را نشان می دهد که یک کلمه یا نام چی جنسیتی دارد. یعنی وظیفه آرتیکل یا حرف تعریف ای است که جنسیت اسم را نشان بدهد. و خب در زبان آلمانی چند تا آرتیکل داریم؟ در زبان آلمانی 3 تا آرتیکل داریم که der، die و das هستند. der یعنی مسکولین به زبان فارسی مذکر، دی یعنی فمینین به زبان فارسی مؤنث و das یعنی نیوترال به زبان فارسی خنثی. بله دوستان، همونطور که دیدیم آرتیکل ها جنسیت دارند و جنسیت کلمه ها را مشخص میکنند که مذکر یعنی مرد، مؤنث یعنی زن و خنثی نه مؤنث هست و نه مذکر، یعنی یک چیزی وسیله. خب دوستان، حالا که دیدیم آرتیکل ها جنسیت دارن نمیتوانیم همطور بگیم که پس یعنی هر چیزی مربوط به زن میشوه آرتیکل دیر استفاده میکنیم و هرچی به مرد آرتیکل دیر را. این رقم نیه. و یا ای که هر چیزی مثل سیب، وسیله، لباس را آرتیکل دست را استفاده کنیم. این رقم نیست. برای مثال der Apfel، der Mann، der Lehrer. یعنی یک سیب از نظر آلمانی یک مذکر است، یعنی مرد است و der Mann و der Lehrer مرد و معلم خو آرتیکل der داره چون که جنسیت مذکر دارن. و die Banane، die Gurke، die Frau. یعنی از نظر آلمانی موز و خیار یک مؤنث است، یعنی زن است و خانم خو جنسیت مؤنث داره دیگه. و das Mädchen، das T-shirt و das Wort یعنی دختر آرتیکل دست را داره و das Wort دوستان یعنی کلمه. خب دوستان، در زبان آلمانی 3 تا آرتیکل داریم که او 3 تا آرتیکل های مفرد بودن و یک تا آرتیکل دیگه داریم که دی میشوه یعنی پلوغل به زبان فارسی یعنی جمع و جمع یعنی یک چیزی زیاد باشه، بیشتر از یک تا باشه. مثلا der Apfel، die Äpfel، die Frau، die Frauen، das Mädchen، die Mädchen، der Mann، die Männer، das Wort و die Worte. یعنی دوستان وقتی که یک تا سیب داریم میگیم دی اپل و وقتی سیب زیادی داشته باشیم میگیم دی اپل. سعی کنین دوستان اینجا آ تغییر میکنه، آی املاوت نوشته میکنیم. و دوستان عزیز، برای پلوغل یا جمع یک ویدیو دیگه میسازم و بیشتر توضیح میدم که کلمه ها در جمع چقدر تغییر میکنه و چطور تغییر میکنه. و دوستان عزیز، قبلا گفتم که یادگیری آرتیکل های آلمانی برای خیلی سخت هستن، مخصوصا برای خودم.
در زبان آلمانی برای یادگیری آرتیکل ها اصلا هیچ قوانینی وجود نداره، ولی بعضی تکنیک های وجود داره که حفظ کردن آرتیکل ها را برای ما آسان می سازه و در یک ویدیوی دیگه اینا را برای شما عزیزان توضیح میدم. و بله دوستان عزیز، این بود درس امروز ما و امیدوارم این ویدیو به شما عزیزان کمک کرده باشه و تا ویدیوی بعدی. چوس.